بابا مدرم اینا 1 ساعت میشه گرفتم بابا. ما هم که برفتیم بدیم محل پیش ارباب تا به حال که بیامدیم دیر شده بابا. خیره دیگه خبر داشتیم که دومات ما رمضان مار میمون کده وقتاری می آمدیم بابا. آخه ارباب کار داشته حالی هم مشکلی نیه دیگه. حالی درسته نو خیش ما شده رمضان مار خبر کرده. بریم میریم دیگه. دیگه وقتاری بریم که خیلی باشه بریم میریم. بابا زنگ دادین گفتیم بیا به تو کار داری. چی مایی؟ بابا حالی میایی آخه از کی ما زنگ زدم خبر داری؟ چی مایی بابا؟ نکو که دستاتو غلام میکنه. خیلیت دی سکو چی میگم؟ سکو یا شما به خیلی میگم سکو بابا چی میگم؟ سکو برو نه سکو این سدیر به من برو پیش رمضان خوب دونگی بستو بفهمیدی؟ این سدیر هم برو به من چارس بستو. سکو بابا زودی بیایی دیگه بفهمیدی؟ بابا من نمیرم بابا خود شما من نمیرم خود شما بابا دیگه باز من بگیرم این دستام رو بس نمیکنم بیزار باشه. بابا جان گوش کسمه چی میگم به سر تو شک نمیکنه کسی. مر که ببینم به سر من شک میکنم. من اموالی که اموال ما دارم تا باخته بدار شدم تو به سر من شک شدی میگی بابا چرا ایتنی؟ بابا من نمیرم یلا خود برو که همی جون مبسته میگی درد که اگر گیرتم تو به همی جو میزنم به حساب من نپیچ دیگه. برو که من کار کرده نمیتونم من هر بدار کنم برم سر شاخار قلم کنم. برو زودی بیایی. این دیگه بابا کالی مثلا دومد ما رمضان مار فامیلی میمون کده با ما هم دیگه مگر اون میمون کنه. دیگه بعد دیگه مگر میمون کنی. حالا خواهی رسمه دیگه. خیزر بزن مرا کشتی پروان لیلی بشتاق نامدی شما مرا شیمه آمدی. نه ما به دیگه کاری آمدیم. بخیار کردیم شما مرا شیمه آمدی. نه ما به دیگه کاری آمدیم. قدرش سلام علیکم. سلام خوبیم سلامتی راستیم سلامتی راستیم. زحمت ما دیگه بخشش باشه. باعث میکنه میگه پاچیه یالا رمجون ای پینجایی دونگی بدیم. ای پینجایی دونگی بدیم. ای سدیر دونگی بدیم. ای سدیر هم چشم پیار مگوشتر برو رمضان بسو. چی میگی تو اشتباه میگی تو که گانسی تو گیچی. چی میگی؟ بابا چی اشاره بدی ها چیه مدام پیار ما شما مواد نمیخری شما مواد فروش نی کارسین دیگه همین 2 ساعته ای سدی دونگی ای سدی ران چرس بدی تو وضیعت پیار مخر بزنی بگی این رمضانی چی میگی بگی دیگه که من میرو برو کاکا خودی تولا خب برو برای کار خب برو گفت دادن خب فهم برو دیگه. بیایم کاکا خود بفرماییم سرا بیایم بابا خب بعد این که من میرم که کار دارم. برو کاکا برای کار خب برو گفت دادن خب بفهم خب خاک بکلی تو مواد فروشه خب تو میگو دونگی بدی. بیایم کاکا خود بسرا برای یه میت همسایه دونگی چیه بابا؟ تعمیدی داریم نمیده بیایم بابا این مواد فروش ما بیامد و بعدی مواد بخری میگه من نمیدارم آخه مدام که به تمام همین برو کاکا برای کار خب برو او شما است که بابایی چی میگه؟ دروغ میگو. برو برای کار ما میرون بوموندم ایچ برو دونگی چیه؟ خوش قصه نکردی. آره برو یعنی خلاص کردیم امرو نداری شما بیا. برو با تو میگم برو دیگه هستی با تو میگم نمیفهمی. اینه شدم بیعقلی تو رمضان. برو دیگه بابا تو بیعقلی. بفرمایید بابا بیا
بیاین بفرمایید. ماما چه کنی بمی بگیم مواد بده. چرس هم میفروشه دونگی هم میفروشه بگیم بده. بیاین کاکا خسرو می بیا این سگی پرساب پیدا کرده. بیا شما بیا. این سگی پرساب داره بیا. نمیدونم ما چه کار کنم. برو. برقم اخراجات بگیره. نمیدونم چه کار کنم. بر قبرستونی میره برو. رمضان علیم رو نداری برو نمازدگاه یا سبا بیا. تا قبرستون که نمیفریشه خودی که نگنده خوب. فقری برون بکن رمضان نداره. شهر پروان کی عجب شهره چهارشنبه زیارت میرویم که بیر و باره شهر پروان کی عجب شهره چهارشنبه ابلان میرویم که بیر و باره مرحبا گسالی که از ما تیشنه تره چه گیلا دنی عباس جنجره گیلا گی بیا که بخوره دیگه بیا میترس از من نه یا ای بیا بخور بخور کجا میری چی بخور 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 گیلا بیا از خدا بنده انا پس میرسه که لگی عرفه تو بخور بخور خسر شده دگی که از من آره تو چی می کجا میری تو بگو چی خب بخور دونگی میرم برای دونگی چی برای دونگی بلالا خود لیلا دونگی با چیه دونگی دونگی چیه میشینه پیش پیکنیک ایتا میکنه ایتا به سرچوب معتاد نشده خوب میتونم معتاد نیه گیلا بیکار امروز خاطر گفت اگه بچه خود کجیر ری که نداده رمضان گفتم چون خروسه بده کی بده گیلا بیکار امروز کی بیکاره تو من برو کاری کار دارم تو گوسفند من میچرونی کمه چند پول نه خوشم نگدی یک مولا بیستی تو میدم نه بابا حقیقت خوبه برو از امال میری دیگه کجا امال برو کو گوسفندا من درس که بچه مستوی رو کار دارم خوبه صحیحه خوبه دل کو دونگی رازی کرونا را گیلا گای تو جوانی تو نکرده چرا معتاد میشی می برات کار خود دونگی چا یعنی چی هم برات رو بدید که معتاد شدی تو هم برات می کارا میری خوب معتاد تو راقبت نداره گیلا یک دم میبری مثل تو ما بغل میشینه میکشی یک دم میدی که گونی به کفش تو نخراب کنم جاتونه خب بیا از این لیلا همه میکشی میگه بیا گلک بکش که استخونات ملایم میشه تو باز عقلم نداره تو 20 ثانیه فریب میدم راست میگی گوش کو برای از کارا نرو نه. چی به کار اینا میگم من چون برفته ده سرا خساری بیده من چون دو داده من چون کجیر بیامده گفت بابا خسار فلانی بیده خسار رمضان بیده من چون خسار کی بیده انا اینجا بیامده گفت که تو چرا به جلو خسار من چون چکارک کردی انا برو حال تو بستو بزین دیگه خدای گفت تا آدم هدایت کنه گله خدای تا آدم هدایت کنه اولی که تو معتاد نشی بیار مادر تو از سرا بیرون میکنه قراره که دیگه شهر روزو خراب کنه خرابا میترسن شو میترسی نه که میتکارا و میت چیزا نرو نه نستونم نه یله که فیلو مرگو خش نه بابا گله به قصی راش بگذار میت پندشه بزن سدسیه دیگه تو ری هم نکنه سدسیه کلا خراب یک دم پولا جا گم کو یا خرج کو دیگه تو ری نمیکنه به گیلک پولا مار گم میکنه همه به گریه میشون تو هم بگو راست میگه گیلک اگه دیدی نیلیلا خب درس رو گوسفند بدم دست تو بیا خوبه صبر کن ما برم اول پولار بگم پولار ما چون کیسیم چیز بده اصلا نگرد نگرد گیلک برادی نه خود دیونه تو سعی تو تو بگی اگه نیلیلا رو بلند دیدی بگی خوبه خب اگه دیدم میگم برای بگی راست میگه خوبه برو بگو راست میگه شرط نگی که بگو عباس من گپ داد چیکار گوسفندا به دست من داده نه بگو گیلک به شهرم خوری نیه بگو گفته که گم شده خوبه بگو من شایدم گم شده پس نرم از اینجا آره من میام برو برو
شکار با چیه؟ البته تو هم با رمضان بزن مثل کجیر بری نه بابا جان شکار کدی بده پیلا گم شد شکار شو پیلا گم شد آره بپال سر مگیل اقبال نمیسته مر به عذاب نکو امال گردن من مگه دروغ بگم چیه؟ چیکار شده؟ گیل اقمر اما سمی پیلا پیش من گم نشد تو ندیدی نه تو بابا مسخید ما گوار بستم میکردم بیان گفت پولا گم شد نولا باید که دونگی وستنم گفتم خیره برم ای میپلید یعنی من دروغ میگم نه گیلک تو چی خوبی دروغ نمیگی گیل اکثر ایسا کارا میکنی برادر من یک بار پیلا و دست ببینم من شمایات من برسته که به کجا فرته دادم من یک بار پیلا مفتاده پیش من نولا تو خلاص شد دیگه است تو مو سر تو پاک بره امروز صبح بخیر کجا من لالا رخته نمیخون پیشیدین بزرگ قلم به عروسی خبرم ما دل ما جام که تو حالا برفتی بوستندی بیاوردی تو ما هم دیگه سر میدونی گم شد اگه گم نمیشد که گم میشد میگم نولا یک گپی تو بگو خیر همسایه اگه یک کاری تو نیم همسایه تو اصلا دل نبازم همسایه میسوزه تو خود تو به می عمل اخته شدی به می عمل برفتی به می خط برفتی این برار تو گیلک نمیفهمه کم عقل پینتره بزی پول میدی که برو مواد بستو سوار از خدای نکردگی میشینم نه پاک خودی میکشه این مدام میگه خمان میشیم خلاص یه میره برات تو مال میره میت هستم که سر به خپل حال نه میگم تو خلاص هستی مو سر تو پاک من برفته پول دیگه بده برو مستنم نه دیگه به دست تو که یک ریپه دیگه نمیدم برو بخیر بفهم گیلک اشته نه پیلا به نیفن منه اشته نه حالا برو نه پاک بکن خرس کن شوم دیگه نه ایده ما تو بودم نه شوم تو پول نمیدم بریم بو صندوق بچریم خوب بسمانده بیا بریم بیا دست میره بفهمید این پولو خوب میشه